درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز پنجشنبه 28 ژانویه. مقامات بلندپایه تاجیکستان میگویند یعقوب سلیموف وزیر سابق امور داخلی با ادای حکم زندانش آزاد می شود. رستم شاهمراد وزیر عدلیه روز 28 ژانویه ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت کسی حکم زندان یعقوب سلیموف را دراز نکرده است و گزارش‌ها در این زمینه درست نیست. من روزگار با حجت‌های یعقوب سلیمانی ندیدم، من دقیق گفتن نمیتونم. مدتش که اومد اون کس رو جواب میدیم. یا اون کس رو خوبی از وای زیاد نگاه داشتن نبود. یعقوب سلیموف وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان را که در سالهای جنگ داخلی به حکومت فعلی کمک کرده است، سال 2004 با گناه تروریسم و خیانت به وطن به 15 سال زندان محکوم کردند. بر اساس قانون عفو سال 2012 حکم او 2 سال کم شد و قرار است تابستان امسال 15 سال حکم زندان یعقوب سلیموف پوره شود. وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت جمهوری مردمی چین حکم قتل یک شهروند 51 ساله تاجیکستان را اجرا کرده است. در وزارت به رادیو آزادی گفتند کوشش ها برای تغییر حکم قتل نتیجه نداد و سفارت چین به آنها گفته است که حکم قتل حسن یوسفوف ساکن دوشنبه که به قاچاق مواد مخدر گناهکار دانسته شده است روز 28 ژانویه اجرا شد. حسن یوسفوی تاجر را که به واردات مال از چین مشغول بود 5 سال پیش در شهر ارومچی با اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند و سپس به قتل محکوم نمودند. خویشاوندانش میگویند او فریفته قاچاق بران شده است. بار اول است که شهروند تاجیکستان را با گناه قاچاق مواد مخدر در چین قتل میکنند. دادگاه در شهر دوشنبه یک جوان تاجیک را برای غارت پدر عروسش به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. دادرس محاکمه روز 26 ژانویه در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی گفت شهباز انورزاده با 5 شریکش در خانه والدان همسرش دست و پای خوش‌دامنش را بسته و $142,000 آنها را دزدیدند. برای این جنایت شهباز 24 ساله و 3 شریکش به 17 سال زندان محکوم شدند. 2 جوان دیگر برای کمک در جنایت 1.5 سالی عمرشان را در زندان سپری می‌کنند. به گفته مفتشان شهباز خواسته است از همین راه قرض چند هزار دلاریش را برگرداند. گزارش کامل در این باره در وبسایت azadi.org. بنیادی آقاخان یکی از شفاخانه‌های ناحیه مرزی شوراباد تاجیکستان را با تجهیزات معاصر طبی تامین کرده است تا بیماران افغان نیز در اینجا معالجه بگیرند. و شفاخانه مرکزی شوراباد بیماران را اکثرا از ناحیه کوهستانی خواهان افغانستان می‌آورند که شفاخانه و طبیبانی با تجربه ندارد. ما با مبلغ 190,000 سومون تجهیزات وزیراعظم وارد کردیم و در بیمارخانه مرکزی نصب کردیم. و در سال 2016 و 17 این اقدام دوام می‌گیرد. تعدادی از ساکنان این ناحیه‌های مرزی افغانستان به سبب دوری پایتخت شهر کابل برای معالجه به شفاخانه‌های ناحیه‌های مرزی تاجیکستان مراجعت می‌کنند. در تاجیکستان از این بعد محصولات وارده و داخلی ساختمانی از جهت آلودگی به مواد زهرآگین اتمی تشخیص می‌شوند. مقامات آژانس امنیت هسته‌ای و رادیاسیونی به رادیو آزادی گفتند آزمایشگاه مخصوص برای کار آماده شده است و هدف از این تشخیص‌ها پیشگیری از ورود محصولات برانگیزنده سرطان است که ممکن است در محصولات ساختمانی وجود داشته باشد. سالهای پیش آنها رو این تشخیص‌ها رو در مملکت‌های همسایه در قرقیزستان، در قزاقستان می‌گذراندند. الحال در آزمایشگاه ما چنین امکانیت موجود است که تشخیص ماده‌های ساختمان را از نگاه بی‌خطری رادیاسیونی گذرانیم. واردات مال و اشیاء ساختمانی به تاجیکستان از چین و پاکستان و دیگر کشورها زیاد شده است و نگرانی وجود دارد که ممکن است بعضی از این محصولات در جایهای آلوده به مواد اتمی استحصال شده باشند. متخصصان میگویند هر گونه محصولات آلوده به مواد اتمی در صورت استفاده در ساختمان بناها میتواند ساکنان آن بنا را به بیماری‌های گوناگون و به خصوص سرطان گرفتار کند. و برای خبرهای بیشتر سر بزنید به وبسایت ما و از صحیفه‌های آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.